محمد رسول الله. معنای محمد رسول الله یعنی چی؟ یعنی محمد فرستاده خداست، پیام آور خداست، از جانب الله قرآن را آورده به خاطر هدایت بشر. حالا محبت و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب هست. آیات متعدد داریم، آیات کثیره داریم که قرآن میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه که پیامبر برای شما میدهد بگیرید و آنچه که شما را از اون منع میکند خود را باز دارید. حالا محمد رسول الله، محمد گفتیم فرستاده خداست، نمیشود با زبان ارزش ندارد. باید وقتی میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله زبان ما بگوید، قلب ما تصدیق کند و دیگر جواری ما باید به عمل بپردازد. محمد رسول الله چی فرمودن؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه. آنچه که پیامبر میدهد بگیرید. چقدر امروز سنت پیامبر متروک قرار داده شده، چقدر امروز سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شکسته میشه، چقدر امروز پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید از دست امت در نالان باشه، چون میبینیم از هر طرف بدعت ها جایگزین سنت ها میشه و سنت ها از بین میرود. پس اگر وقتی ما میگیم محمد رسول الله باید محمد رسول الله را به جان و دل قبول داشته باشیم. حدیثی رسول الله میفرمایند اگر کسی من را از پدر و مادر و اولاد و تمام مال و ثروت خود بیشتر دوست نداشته باشد ایمان کامل ندارد. پس امروز هر سنتی که از رسول الله کنده می شود و یک بدعت جایگزین سنت می شود، یک تیری است که به جان رسول الله اصابت می کند. اگر امروز کوچکترین ضربه به اولاد ما، به فامیل ما، به مال ما کوچکترین ضرری برسد چقدر غمگین می شویم. اما هر سنتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز از بین جامعه برداشته می شود مانند تیر هست که به جان رسول الله می خورد. حضرت طلحه اصحاب رسول خداست، در غزوه احد خود را سپر می کند، از هر طرف تیر می آید، اما طلحه رسول الله را به آغوش دارد، همه تیرها می آید به جان طلحه اصابت می کند. یک تیری می آید که با رخسار رسول الله بخورد، طلحه دست خود را می گیرد تا اینکه تیر به دست طلحه اصابت می کند. فدایت شوم ای رسول خدا، چی شاگردانی را تربیت کرده بودی که از جان و مال خود در مقابلت دریغ نمی کردن. شاید ما جوانان داشته باشیم آرزو کنن ای کاش ما هم در احد می بودیم، خود را به در مقابل رسول الله سپر قرار می دادیم و تیرها را در جان خود از جان رسول الله دفع می کردیم. تو جوانی که این آرزو را می کنی، من حالا برایت می گویم خود را در مقابل بدعت ها سپر بکن. هر بدعت را میبینی از بین ببر و در جای سنت رسول الله را زنده بکن. مثل که طلحه خود را سپر کرد، امروز تو خود را در مقابل تیرهای دشمن، امروز چقدر تیر از جانب دشمنان اسلام بر پیکر سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم میخورد. قرآن میفرماید به ما آتاکم الرسول فخذوه. آنچه که پیامبر برای شما میدهد بگیرید اون را. آیه دیگر میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. اگر شما از امر پیامبر مخالفت کردید، ان تصیبهم فتنه، برای شما میرسد فتنه بزرگی، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، یا میرسد برای شما عذاب بزرگی. امروز چقدر عذابهای رنگارنگ دوچار امت اسلام و دامنگیر امت اسلام شده هست، چقدر فتنه های بزرگی. امروز اگر ما فکر کنیم چند سال پیشتر از این فتنه بزرگتر و از این مصیبت بزرگتر که امروز بزرگترین مصیبتی که دامنگیر امت اسلام شده بیکاری و فقر اقتصادی و اینها، از این مصیبت و فتنه بزرگتر چی باشد؟ چند سال پیشتر
دنیا ما را به رسمیت نمی شناخت. دنیا ما را به رسمیت نمی شناخت. هیچ، اصلا دنیای کفر می گفت افغانستانی وجود ندارد. اما ما خشکسالی نداشتیم، ما اینقدر فقیر نداشتیم، ما اینقدر مشکلات نداشتیم، ما اینقدر گرسنگی و اینقدر بیچارگی و آوارگی نداشتیم. امروز چی شده؟ تمام دنیا ما را می شناسد. 38 کشور کمک می کند. میلیاردها دلار داخل کشور افغانستان آمد. هزارها و صدها شهرک‌های صنعتی به وجود آمد. مرزها در داخل افغانستان باز شد. امروز چقدر مردم دوچار مشکلات هستند؟ آیا این را فکر کردیم که چند سال پیشتر دنیای کفر ما را نمی شناخت، بیغم بودیم، همه چیز را داشتیم، اما امسال و در این سالها هزار مشکلات داریم؟ به چی واسطه هست؟ چون چند سال پیش ما را الله می شناخت. الله ما را می شناخت، ما الله را می شناختیم. امروز دنیای کفر ما را شناخت. با زن مشکل پیش می آید، نیمه شب بر نمی خیزد، 2 رکعت نماز نمی خواند، عرض حال خود با الله نمی کند، دروازه حقوق بشر در می زند. مسلمان ها دوچار مشکلات می شوند، جمع می شوند، دروازه یونیما را می کوبند. الله می گوید شما بنده ها یونیمایی دارید، حقوق زنی دارید، حقوق بشری دارید، بگذار دیگه شما را در هر شله، خدا نکند که چنین باشد.